سلام داداش، یه بسته اولترا بده بی زحمت. خدمت. سلام آقا، ببخشید یه دونه از اون روغن کوچیکاتون خواستم. فقط قیمتش چنده؟ 150 تومن. من که همین یه هفته پیش ازتون خریدم 80,000 تومن. جنگ بوده دیگه خانم، قیمت ها رفته بالا. باشه ممنون. داداش ببخشید، جنگ چه ربطی به روغن داره؟ ربطش این آمریکا حمله کرده، تحریم کرده، قیمت ها رفته بالا. بازم نفهمیدم الان خود روغن از آمریکا میومد یا گل آفتابگردونش که قیمتش 2 برابر شده؟ داداش همینه دیگه، تازه خیلی جاها دارن 3 برابر میدن. من تازه خیلی منصفم که دارم این قیمت بهتون میدم. آها، شما خیلی لطف میکنید. سیگار ما چقدر شد؟ قابلی نداره، 85 تومن. داداش من این سیگار رو هفته پیش خریدم 40 تومن. زیرش هم که زده 40 تومن. گفتم که داداش وضعیت جنگیه. اتفاقا آدم ها باید تو همین وضعیت هوای هم دیگر داشته باشن. اون از اجاره سویت و خونه ها که مردم واسه حفظ ناموس و زن و بچهشون پناه بردن و اجاره شبی 2 تومن و 20 تومن حساب کردن. اینم از خورد و خوراکمون که قبل اینکه موشکا بخوره زمین قیمت جنسا میتبی کرد. اونم از نوع اتمیش. میدونی اگه کل دنیا هم با ما بسازن و مشکلی نداشته باشن، فکر کنم جز اون دست آدم با شرف بقیه جاش که بیفته گوشت هم دیگرم بخورن. سیگارت هم مال خودت. شاید یه 4 تا دیگه موشک بخوره نسی 3 برابر بفروشی.